اومدیم به بزرگترین فروشگاه مواد غذایی استان لرستان در شهرستان بورژه. اینجا فروشگاه هایپرمی دیپلمات سنتر بورژه، جایی که بغیر از فروشگاه مواد غذایی انواع لوازم برقی و خونگی خونتون رو میتونید خرید. اولش فکر میکردم هایپرمی دیپلمات سنتر یه فروشگاه معمولی مواد غذاییه، اما باورتون نمیشه بگم اینجا بیش از 20 لاین مختلف داشتن، از لوازم برقی و خانگی گرفته تا کیترینگ و فروشگاه‌های با کیفیت گوشت و مرغ و ماهیشون. از لاین مواد غذاییشون هم که نگم براتون، تمامی محصولات فروشگاه هایپرمی یا دارای کشبک و تخفیفه و یا به قیمت قدیم به فروش میرسه. کباب کوبیده 4 تیکه‌ایشون فقط 260,000 تومانه که 25,000 تومانش جایزه باشگاه است. قیمتاشون انقدر مناسب بود که تصمیم به خرید گرفتم و خودتونم ادامه ماجرا رو ببینید. خانم نقابی، جریان این همه تخفیفی که روی فاکتور ما هست چیه؟ همونطور که در جریان هستیم، در هایپرمی هیچ چیزی به قیمت روی جلش به فروش نمیرسه. یعنی یا داره تخفیف هستن یا داره کشبک هستن یا به قیمت قدیم مثل لوازم خانگی به فروش میرسن. یعنی نوسانات بازار و قیمت دلار هم هیچ تأثیری روی کالاها نداره. متشکرم. آدرسشون هم میشه بروجرد، خیابان تختی، دیپلمات سنتر، طبقه -1، فروشگاه بزرگ هایپرمی.